اسم آرش هستم و امروز شما را خیلی خوش آمدید میگم در یک برنامه تلویزیونی که ما یک سلسله درس ها را با امرا شما عزیزان، با امرا شما شاگردها و اطفال های نازنین کار میکنیم. صبح که خورشید در آسمان میتابد، صدای امید از دور میآید. اول رو گفتیم الف، مد، در هر کلمه آباد، الف مثل آب، زلال و روشن به مثل برگ، سبز و بهشتی منش و مثل پدر، محکم و مهربان تب می شود تو بازی های کودکان. هر حرف زیبا نشانی دارد، از دنیای بزرگی پیامی دارد. میخوانیم و میآموزیم با شور، الف بای دری، چراغ راه دور.